بچه سلام، حالتون چطور؟ علی ترک هستم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید ما داخل چنل یوتیوبمون. بچه از تامنیل تایتل ویدیویی که مشاهده کردیم قرار آموزش 0 تا 100 بک نخوردن، تبر نخوردن، غیر فایل کردن، بک جیمیل، هر چیزی که داخل این گیم هست که تبر نخوریم و داشته باشیم 0 تا 100. یعنی چیزی که توی 2 سال خب فکر کنم همه شما بشناسین که ما داخل فری فایر شاپ تلگرام داریم، جیم میفروشیم، واسطه‌گری میکنیم و به زودی قرار سایتمون هم رونمایی بشه. آقا ایول، از کجا شروع کنیم؟ بچه‌ها اینو نشون بدم داخل این دفترچه خوشگل. قبل اینکه رکورد کنم ویدیو رو، همه چیزایی که قرار توضیح بدم قشنگ یعنی براتون نوشتم که یادم نرو کامل برای شما آموزش بدم. از جایی که قرار شروع کنیم از جیمیل هستش. جیمیل چطوری بک میخوره؟ چرا بک میخوره؟ چطوری بکش رو غیر فعال کنیم؟ خیلی از این سوالا هستش که قراره توی این ویدیو کامل بر شما آموزش بدیم. خب از اونجایی که میدونین اینو بذاریم من در بیارم. خب اصلی ترین سیوی که داخل گیم هستش، رایج ترین سیوی که بچه ها استفاده میکنن سیو جیمیل هستش. چرا؟ چون آقا برای تمامی پلتفرم‌ها ما داریم استفاده میکنیم. برای جیمیل، خب برای گوگل استفاده میکنیم، برای فروشگاه پلی، کلا همشون داخل یه شرکت هستن و کلا جیمیل برای همه چیز استفاده میشه. کلا تا اونجایی که من در جریان هستم یه روش بیشتر برای بک زدن اکانت جیمیل وجود نداره. یه سری تنظیماتی رو داخل اکانت جیمیل انجام میدن، اوکی، که بعد اینکه اکانتی که به شما فروختن و پول رو دریافت کردن، بعد 72 ساعت یه لینک برای اونا ارسال میشه که جیمیل قبل اینکه به شما بفروشن اون لینک رو فعال میکنن و شما تحویل میدن. اون پیامایی که داخل جیمیل میاد حس میکنن که شما متوجه نشین و بعد اینکه شما اکانت رو میگه آقا اکانت چه ارزون خریدم، آقا چقدر خوب بود، چقدر بدون فشار خریدم، وای ارزون خریدم، اینو مثلا 2 تومن ارزشش بود، مثلا من خریدم 500,000 تومان. دقیقاً خیلی از اینا رو من میبینم داخل گپ های تلگرامی که یه سری آدمای بی شخصیت حروم زاده آقا میان این لینک ها رو فعال میکنن. اکانتی که مثلا ارزشش 10 میلیون میان مثلا میدن 5 تومن، طرف میاد رو هوا میزنه، میگه احراز هویت نمیدم. حالا بدم شما شاید نتونین پیگیری کنین، فقط اون لحظه ای که بک میخوره تمام شد دیگه رفت. آقا سعی کنید شما بک نخورین، بک خوردین دیگه کار تمومه. چرا؟ آقا من دردسرش رو کشیدم، اکانتم بک. بچه‌ها من یه اکانت فیسبوک داشتم 3 ماه بعد اینکه خریدم بک خورد. یعنی چی؟ شکایت کردم، کارت طرفو مسدود کردم، کلی دردسر، در حالی که طرفم از یه عرب خریده بود و اون طرف بدبختم بک نزده بود. خب وقتی من از اون خریدم خب طبیعتاً قرار مسئولیتش هم گردن اون باشه. حالا بی خیالش بشیم، ارزش اکانت الان در حال حاضر 120 میلیون، اون اکانتی که من تقریبا 2 سال پیش خریدم به مبلغ 35 میلیون، الان 110 یا 120 میلیون پولش هستش و هر کاری کردم نتونستم نه اکانت رو برگردونم و نه به پولم برسم. پس در نتیجه قبل اینکه شما اکانت رو بخرین سعی کنین که از جای معتبر بخرین. نمیگم از ما بخرین، از دلال. آقا واقعا یه جاهایی از دلال خریدن بهتر از اینه که از کسی بخری که نمیشناسید. چرا؟ آقا مثلا دلال کارش اینه، تضمین میکنه، معتبره، اعتبارشو نمیذاره مثلا زیر سوال بره. برای همین پیشنهاد میکنم از دلال بخرید. آقا خب بحثو ادامه میدادیم. اون جیمیلی که آقا شما میخرین و این بک رو فعال میکنن تمام، بعد اینکه به شما فروختن اون لینک بعد 72 ساعت میاد میذارن روش رمزو تغییر میدن. جیمیل هم که دارن سریع وارد میشن، بعد اینکه دیگه وارد شدن سریع دیگه این کارا تمام و بیک آقا اکانت پرید. و بعد این دیگه پروسش واقعا سخت میشه که پیگیری قانونی بکنین که اکانت رو بگیرین، چون این افراد واقعا خیلی ماهرن. شماره کارت های شاپ های دیگر رو میدن، شماره کارت خودشون رو نمیدن. واقعا خیلی زرنگن. حرومزادگی واقعا زرنگی خاص خودشو داره. واقعا توی کارهای دیگه این کار رو انجام میدن، واقعا یه قهرمان توی این کار میشه. مثلا یه اسم رسمی تو اون کاری که فعالیت میکردن به دست می آوردم. ولی خب بعضی اینطوری ان دیگه. این سیو جیمیل خب در حال حاضر به این شکل بک میخوره. سیو ویکی در حال حاضر هیچ بکی نداره که بعد اینکه شما خریدین طرف بک بزنه.
پیشنهاد میکنم اگه از ویکی سر در نمیاریم با یه واسطه یا حالا دلال یا هر چیز، دلال معمولا سیو جیمیل میده که شما بدین خودتون بعدن خب داخل گیم اومده که سیو رو تغییر بدین. قبل اینکه سیو رو تغییر بدین شما تبر میخورین. خب پس اگه بلد نیستین سعی کنین از یه واسطه گر کمک بگیرین که این اطلاعات شما رو ویکی چنج کنه. اوکی، که شما بعد اینکه خریدین دیگه نترسین که این آقا طرف رو اکانت بک میخوریم فلان، درد سر آقا نداره. و اما سیو فیسبوک، بدترین سیوی که توی عمرم دیدم آقا، واقعا خیلی بده. میگین چرا؟ یک، بعد 3 ماه اکانت فیسبوک من بک خورد، نمیدونم پاسپورت میخواد، قفل بشه بالای 2-3 تومن هزینه میخواد، باز بشه اونم بشه نشه، تاریخ تولد میخواد و کلی داستان دیگه. پیشنهاد میکنم اگه اکانت خریدین خواستین سیوش رو تغییر بدین، به هیچ وجه ممکن سمت فیسبوک نرین. بهترین سیو در حال حاضر سیو جیمیل هستش. چرا؟ چون دست خودتونه، خواستین هر کاری بکنینم بلدین و فکر کنم کمتر کسی هست که از سیو جیمیل سر در نیاره. کلا داخل گیم فکر کنم 4 تا سیو هستش: سیو جیمیل، ویکی، فیسبوک و سیو توییتر. که توییتر کلا فکر کنم شاید کمتر از 1% اکانت هایی هستن که سیو اکانتشون توییتره و کلا بعد آپدیتی که داخل گیم اومده همه تغییر میدن، چون اصلا از توییتر نه خوششون میاد نه اصلا سر در میارن و سیو پرطرفداری هم نیست و کلا من خودم هم اطلاعات خاصی ازش ندارم و من تو فکر کنم شاید زیر 20 تا تو این 2 سالی که من جم زدم واسطه گری کردم سیو توییتر دستم بوده و چنج زدم و جم زدم و خلاصه سیو توییتر اصلا یه لحظه پیشنهاد نمیشه. خب تمام سیوای گیم الان در حال حاضر بعد اینکه میخرین داخل گیم بریم براتون نشون بدم. این قسمت کجاست من دقیق نمیدونم. اینجاست. دقیقا نگاه کنیم بچه‌ها. من تصویرم بیارم اینجا یه لحظه. خب اینجا رو نگاه کنین. من الان سیو ریکاوری برای گیمم گذاشتم. اوکی، با این سیو ریکاوری بعد 14 روز تایید میشه. اوکی، بعد اینکه تایید شد شما میتونید سیو اصلی اکانتتون رو تغییر بدین. واقعا بهترین آپدیتی که توی گیم اومده به نظرم همین امنیت گیمی که برده بالا بی‌نظیره، واقعا فوق العاده است. سیو اصلی رو میتونید تغییر بدین. الان اکانت من ساکوراست. یه عمرتون دیده بود ساکورای سیو جیمیل؟ نگاه کنین اینجا سیو اصلی من جیمیل هستش. ساکورای جیمیل دیده بودین؟ نه. خب الان باید ببینین. بهترین کار برای شما اینه که بعد اینکه اکانت خریدین این سیو ریکاوری رو اضافه کنین. بعد اینکه 14 روز گذشت و تایید شد میتونید سیو اصلیتون رو تغییر بدین. الان من سیو اصلی من مثلا گوگل هستش و مثال میزنم خواستم اکانتمو بدم به دوستام، خواستم جم بزنم یا هر کار دیگه‌ای که نمیخوام اطلاعات اصلی اکانتمو در اختیار شخصی قرار بدم، سیو فرعیم ویکی، سیو ویکی رو میدم که وارد بشه. خب به راحتی میتونم سیو ویکی رو دیلیت کنم، هیچ مشکلی برای اکانتم پیش نمیاد و اصلا از لحاظ امنیت واقعا فوق العاده شده و خب هیچ مشکلی هم بابت گوگل ندارم. به راحتی میتونم این سیو گوگلی که انجام دادم حتی جیمیل گوگل هم دوباره عوض کنم. برای واسطه‌گرها راحت شده این کار و هم برای کسایی که اکانت میخرن. پیشنهاد میکنم از کسایی بکنین اکانت تهیه کنین که این قسمتی که میخرین بعد 14 روز از کسی که واسطه‌گری میکنه مثلا پول طرفو بده که باعث بشه آقا بعد 14 روز سیو اصلی اکانت رو تغییر بدین. دیگه به هیچ وجه ممکن اکانت دیلیت نمیخوره. سیو اصلی تغییر بده دیگه تمومه. سیو اصلی رو تغییر بدین یعنی دیگه اکانت اون جیمیلی که دست اون بود کلا هیچ اکانتی روش سیو نیست و سیو شما میاد رو جیمیلتون، یعنی اکانت بازیتون میفته رو جیمیلتون و واقعا این یه چیز فوق العاده است. از لحاظ این خب بهتون گفتم که سعی کنین از کسایی بخرین که معتبرن و تصویه هاشون 14 روزه هستش که مطمئن هستین اکانتتون قرار نیست تبر بخوره. خب واقعا توی این زمانه هزینه کردن
برای خرید اکانت یه چیز سختیه، واقعا درک میکنم. همه با پول زحمتشون دارن اکانت میخرن. مثلا یه اکانت ساده توی فری فایر مثلا معمولی، یه چیز معمولی رو به پایین، حالا یا معمولی رو به معمولی بخرین روی رنج 10 تومن پول کمی نیست. حقوق یه کارگر توی یه ماه. الان یه اکانت ساکورا 200 میلیون پولشه. مثلا حقوق شاید یه 10 ماه، یه سال یه کارگر، من دقیق نمیدونم، ولی خب واقعا زحمت میکشیم که این اکانت ها رو میخریم و بهتره از دلال هم بخریم، یه درصد سودیو بدی، از اون طمع نکنیم که اون سود رو قرار به دلال بدیم، چون اون سود علاوه بر این که تو جیب اون میره، قرار یه چیزایی هم به شما عین بیمه میمونه. یعنی چی؟ یعنی اگه اکانتتون بک خورد، نمیدونم اکانتتون بن شد، هر چیزی که ربطی به اون کسی داره که قبلا صاحب اکانت بود، پیگیری میکنه واسطه و نمیذاره حق شما پایمال بشه. خب و واسطه داریم تا واسطه. سعی کنید از کسایی که واقعا مطمئن هستین واسطه کاری انجام بدید. طرف مثلا اسمش رو گذاشته واسطه، اوکی، نه امنیتی رو برای طرف اوکی میکنه، نه نمیدونم بعد اینکه اکانت بک خورد پیگیری میکنه و خیلی چیزای دیگه. سعی کنید از کسایی که اسم و رسم دارن تهیه کنید اکانتاتون رو بخرین و واقعا نمیگم از ما بخرین، ولی خب توی انتخابتون دقت کنید، چون واقعا این پول شما خیلی ارزشمنده که میایید داخل گیم هزینه میکنین. شاید ممکنه مثلا 500 تومن 1 تومن توی اکانت 10 میلیونی گرون بخرین. گرون خریدنش یه سری ارزش‌های خاص خودشو داره که بعداً براتون میتونه کمک بکنه که پولتون پایمال نشه. اوکی، این بود از ویدیوی ما. کامل سیوای گیم رو توضیح دادیم، نحوه اینکه سیو اصلی رو چنج کنیم و سیوتون رو تغییر بدیم و اینکه داخل جیمیل هم براتون توضیح دادیم که چطوری بک میخوره و اینکه چه راهکارهایی برای اینکه اکانت بک نخوره انجام بدیم. در کل خدمتون گفتم سعی کنید از کسای معتبر خرید کنید. اولیش اینه. دوم این که بعد اینکه اکانت خریدین سیو ریکاوری بندازین که بتونید سیو اصلیش رو دیلیت کنین. اوکی، سومی چی میتونه باشه؟ سومی دقیقا باید فکر کنم داخل ویدیو. سومی خدای من چی گفتم؟ بهترین سیو جیمیل هستش برای خودتون، استفاده خودتون. از سیو فیسبوک به شدت دوری کنین. سیو فری اوکی، مشکل نیست، اگه مشکل پیش بیاد میتونید دیلیت کنین، ولی خب سیو اصلیتون قرار ندین، چون ممکنه بعضی موقع ها مجبور بودیم. چرا مثلا یه اکانت ساکورا میخوادیم قطعا سیوش یا فیسبوک به ندرت پیدا میشد که سیو اصلی ویکی باشه برای ساکورا هیپ هاپ، پس اون موقع مجبور بودیم، ولی الان مجبور نیستیم که سیو فیسبوک رو استفاده کنیم. در نتیجه پس باید سیو های دیگه مثل ویکی، جیمیل سیو های امنی هستن، بدون دردسرن، چیزای خاصی ندارن، سیو های ترندی هستن که همه استفاده میکنیم و تقریبا هممون بلدیم. و یه نصیحتی هم برادروارانه خدمت شما بگم، سیو اصلیتون رو به دوستی، شاپ جمی یا هر کس دیگه‌ای که هست. من الان شاپ جمم مثلا به کسی قرار نیست بر بخوره، اصلا منظورم بخور آقا به من وقتی من شاپ جم میخواین از من جم بخرین، سیو فریتون رو بدین. اوکی، بعد اینکه خریدین آقا میتونین رمزتون رو عوض کنین، لوگو تو بزنین که برای همه دستگاه اکانت از اکانتتون بندازه بیرون. 1% بعدن خدایی نکرده مشکلی پیش بیاد از سمت ما، نه یه نفر دیگه شکتون دیگه به ما سمت ما نره که آقا فکر کنین این شاپ جم خریدم شاید ممکنه تقصیر اون باشه. خلاصه که سعی کنین از سیو فری برای دوستان، خرید جم یا هر چیز دیگه‌ای که اکانتتون قرار دسترسی به شخص دیگه‌ای بدین استفاده کنین که هیچ مشکلی پیش نیاد. آقا خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه ما بودیم. ممنون میشم که اگه این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو داشته باشین. ممنون میشم که اینستاگرام ما هم داشته باشین. تا ویدیوهای دیگر آقا بدرود، خداحافظ.